بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر علی پاشا میثمی هستم، متخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیری و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. این بحث که اولین مبحث از درس اصول اپیدمیولوژی هست رو با عنوان رویکرد اپیدمیولوژیک به سلامت و بیماری با هم مرور خواهیم کرد و مواردی که مرتبط هست رو خواهیم دید. خب اهدافی که باید که وجود داشته باشه برای این مبحث رو اگر بخوایم با هم مرور بکنیم این هست که در ابتدا ببینیم که دانش اپیدمیولوژی چیست و اهداف و کارکردهایی که برای دانش اپیدمیولوژی وجود داره چگونه هست، چطور در پیشگیری از بیماری ها، چطور در ارائه مراقبت های بالینی کلینیکال پرکتیس از دانش اپیدمیولوژی استفاده میشه و کاربردهاش در این حوزه ها چگونه هست و مادامی که ما صحبت میکنیم که به سلامتی و بیماری باید رویکرد اپیدمیولوژیک داشته باشیم منظورمون چگونه هست. انتظار میره که دانشجویان بتونن در پایان این سرفصل تعریفی از اپیدمیولوژی و اهداف و عملکرد اون رو داشته باشن، کاربردهای مهم دانش اپیدمیولوژی در پیشگیری و همینطور در مراقبت‌های بالینی رو شرح بدن و توضیح بدن که رویکرد اپیدمیولوژیک به سلامت و بیماری چگونه هست، این که ما چگونه میتونیم که تفاوت‌هایی که در شاخص‌هایی که برای توصیف و بیان وضعیت سلامتی و بیماری در جوامع وجود داره رو توجیه بکنیم، چطور توضیح بدیم و توضیح این علت‌ها چگونه بیان میشه و در نهایت این که بتونیم از دانش اپیدمیولوژی برای پیشگیری و درمان استفاده کنیم چه نکات و رویکردهایی براش وجود داره و به چه صورت میتونیم اون رو به انجام برسونیم. اگر بخوایم که به تعریف دانش اپیدمیولوژی بپردازیم در درجه اول باید به این واقعیت توجه بکنیم که رخدادهای مرتبط با سلامت توزیع یکنواخت و تصادفی ندارن و ما معمولاً شاهد این هستیم که زیرگروه‌های خاصی از افراد در جامعه و جمعیت‌ها بیشتر از دیگران به خصوصیت‌ها و یا پیامدهای مرتبط با سلامتی مبتلا هستند و دچار هستند و این تفاوتی که در توزیع وجود داره در نهایت منجر به این میشه که ما بتونیم که پیدا کنیم که چه عواملی باعث این تفاوت‌ها در زیرگروه‌های جمعیت‌ها و جامعه شدن و این نکته است که منجر به این میشه که ما در نهایت بتونیم که راهکاری برای پیشگیری و کنترل بیماری ها پیدا کنیم. بنابراین مادامی که ما این تفاوت ها رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که در زیرگروه های مختلفی که در جامعه و جمعیت وجود دارند خصوصیت های وجود داره که اونها رو مستعد به ابتلا و داشتن پیامدهای سلامتی میکنه و یا اینکه از اونها محافظت میکنه در دچار شدن به اون رخدادهای سلامتی. به عنوان مثال در این تصویر شما میبینید که فراوانی ابتلا به بیماری گونوره در ایالت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا که در کتاب گوردیس نمایش داده شده به صورت در حقیقت یک نقشه جغرافیایی نمایش داده شده و ملاحظه می‌فرمایید که در برخی از ایالت‌ها فراوانی ابتلا بیشتر هست و در برخی دیگه کمتر. به عنوان یک مثال دیگه اگر که بخوایم که مرور بکنیم حتی وقتی که بیماری مثل گلودرد رو در نظر بگیریم در کودکان که یک رنج سنی مشخصی رو برای اطفال میتونیم که داشته باشیم در دوره‌های سنی مختلف عوامل مختلفی باعث گلودرد در بچه‌ها میشن. همونطور که در این تصویر ملاحظه میکنید عوامل ویروسی معمولا در سنین پایین‌تر، بعد در سنین بالاتر مثلا از 5 سالگی تا 15 سالگی استرپتوکوک و در سنین 14-15 سالگی با فراوانی بیشتر مایکوپلاسما پنومونیا از عواملی هستند که باعث گلودرد میشن. بنابراین اگر که ما علتهای ایجاد کننده بیماری ها رو در نظر بگیریم با توجه به در نظر گرفتن سن اینها میتونن که به طور متفاوت ایجاد بیماری در گروه هدف که کودکان هستن رو داشته باشن.
با این مقدمه اپیدمیولوژی رو ما میتونیم که در 2 حرف دی تعریفش رو داشته باشیم: distribution، determinants. distribution به مفهوم توزیع و پراکندگی رخدادهای مرتبط با سلامتی که ما باید که اونها رو بررسی بکنیم. determinants عوامل تعیین کننده‌ای که برای هر کدوم از این رخدادها وجود داره. یعنی در درجه اول ما باید که فراوانی رخدادهای مرتبط با سلامتی رو در زیرگروه‌های مختلف جامعه و جمعیت برآورد بکنیم، محاسبه بکنیم، با شاخص‌هایی که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد و پس از اون با مقایسه زیرگروه‌ها به عوامل تعیین کننده‌ای که همونطور که اشاره کردیم میتونن زمینه ساز و یا محافظت کننده برای ابتلا افراد باشن پی ببریم و از اون رویکردها برای کنترل مشکلات سلامتی استفاده بکنیم تا بتونیم ارتقای سلامتی رو در جامعه و جمعیت داشته باشیم. به بیان دیگه، مادامی که ما توزیع متفاوت، فراوانی متفاوتی از پیامدهای مرتبط با سلامتی مثل بیماری‌ها یا سوانح و حوادث رو در زیرگروه‌های مختلف جامعه و جمعیت می‌بینیم، پی می‌بریم به علت‌ها و عوامل تأثیرگذار که در زیرگروه‌های مختلف جامعه و جمعیت وجود داشته و منجر به این میشه که ما بتونیم راهکارهایی رو برای کنترل این عوامل و بیماری‌ها به دست بیاریم. یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره این هست که بالاخره ما باید بدونیم مشکلات سلامتی رایج در جامعه و جمعیت چیست. در زمانی که ما به اولین دی در تعریف دانش اپیدمیولوژی میرسیم، این نکته مهم مطرح میشه که بدونیم مهمترین عوامل ایجاد مرگ و میر یا ناتوانی در جوامع و جمعیت‌ها کدوم بیماری‌ها هستند. در این اسلاید ملاحظه میکنید که سال 1900 با سال 2014 از نظر بیماری هایی که بیشترین مرگ و میر رو به ازای هر 100,000 نفر در ایالات متحده داشتن مقایسه شدن و ملاحظه میکنید که بیماری های عفونی که مثل پنومونی و آنفولانزا، سل و اسهال و عفونت های روده بودن تبدیل شدن به بیماری های غیرواگیر مثل بیماری قلبی عروقی، سرطان ها و بیماری های مزمن تنفسی. مادامی که ما توزیع خصوصیت‌های مختلف مرتبط با سلامتی رو ارزیابی می‌کنیم، منظور ما به همین هست که بدونیم که فراوانی رخدادهای مرتبط با سلامتی مثل مرگ و میر به علت بیماری‌های مختلف که در این اسلاید نمایش داده شده چگونه هست و چه تفاوت‌هایی رو ممکنه در طول زمان پیدا کنه. ملاحظه می‌کنید در این اسلاید که تعداد کل مرگ و میرها در ستون سوم بعد از ردیف و علتهای مرگ و میر مشخص شده که 2,626,418 مورد مرگ بوده در سال 2014 در ایالات متحده آمریکا و علت مرگ که به خاطر بیماری‌های قلبی، سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی مزمن در حقیقت بودن به عنوان 3 عامل اول رو ملاحظه می‌فرمایید که مشخص شده و تعداد این موارد تعیین شده و همونطور که می‌بینید در ستون بعدی درصد مرگ از کل مرگ‌ها محاسبه شده. این یک شاخصی است که میتونه بیان بکنه که کدام یک از بیماری‌ها میتونن که بیشترین سهم مرگ رو به خودشون اختصاص بدن و در نهایت هم میزان بروز مرگ به ازای 100,000 نفر به علتهای مختلف برآورد شده و محاسبه شده و اونجا شما ملاحظه میکنید که شاخص دیگری بیان شده که نشون دهنده این هست که از هر 100,000 نفر 167 نفر به علت بیماری قلبی عروقی در سال 2014 در ایالات متحده فوت شدند و این موارد برای دیگر بیماری ها هم محاسبه شده. این یک مثال دیگری است از بیان توزیع یا فراوانی خصوصیت ها در دانش اپیدمیولوژی. دانش اپیدمیولوژی به دنبال چیست؟ اهدافی که دانش اپیدمیولوژی به دنبال اون هست در درجه اول پیدا کردن اتیولوژی یا علت بیماری ها و رخدادهای سلامتی است. ما برای اینکه بتونیم که ارتقای سلامتی رو در جامعه داشته باشیم در درجه اول باید بتونیم که علت ها رو پیدا کنیم. چه چیزی باعث میشه که افراد به بیماری مبتلا میشن؟ چه چیزی باعث میشه که افراد بیماری شدیدتر و وخیمتری رو بهش مبتلا بشن؟ چه چیزی باعث میشه که مرگ و میر در افراد اتفاق بیفته به علت بیماری های مختلف؟ همه این عوامل برای ما بسیار اهمیت داره که ما بتونیم که با استفاده از این عوامل پیشگیری از
عوارض، ابتلا و مرگ و میر رو در جوامع داشته باشیم. بنابراین ارزیابی این که شدت بیماری چگونه هست در زیرگروه‌های مختلف، فراوانی بیماری در زیرگروه‌ها چگونه است، بیماری چگونه پیش میره و چه عواملی باعث میشن که بیماری پیشاگهی خوب یا پیشاگهی بد داشته باشه، همه اینها باید اتفاق بیفته تا اینکه ما بتونیم که راهکاری رو برای پیشگیری پیدا کنیم و بر اساس اون بتونیم که ارتقای سلامت رو در جامعه داشته باشیم. دانش اپیدمیولوژی به دنبال این هست که رویکردهای مختلفی که ما برای پیشگیری و درمان مورد استفاده قرار میدیم رو ارزیابی بکنه و مشخص بکنه که آیا اینها میتونن که تا چه اندازه مؤثر باشن در ارتقای سلامتی و در نهایت با همه این اطلاعاتی که از طریق دانش اپیدمیولوژی به دست میاد ما میتونیم که در سیاستگذاری سلامت برای کل جامعه برنامه‌ریزی علمی و مطمئنی رو داشته باشیم. ملاحظه می‌فرمایید در این اسلاید از دستاوردهایی که برای جامعه بشری وجود داشته افزایش امید به زندگی است و ملاحظه می‌کنید که در سالهای مختلف از 1900 تا 1950 تا 2014 افزایش امید به زندگی تا سطحی در حدود 80 سال اتفاق افتاد. اما در این اسلاید سعی بر این شده که زیرگروه‌های مختلف زنان و مردان با در نظر گرفتن نژاد و رنگین پوست بودن یا سفید پوست بودن مورد مقایسه قرار بگیرن. ملاحظه میکنید که تقریبا در تمام سالها این 3 سال 1900 1950 2014 در ستونهای سمت چپ امید به زندگی در زمان تولد در خانم‌ها بیشتر از آقایون بوده و اگرچه که افزایش امید به زندگی در طول زمان اتفاق افتاده اما خانم‌ها با افزایش بیشتری مواجه شدند و این افزایش امید به زندگی در سفید پوستان از سیاه پوستان بیشتر بوده. همین تفاوت هاست که منجر به این میشه که ما بتونیم علتهایی که در دستیابی به پیامدهای مطلوب سلامتی میتونه که نقش داشته باشه رو شناسایی بکنیم و از اونها کمک بگیریم برای ارتقاء سلامتی در جامعه‌ای که مسئولیت ارتقاء سلامتی اونها بر عهده ما هست. به عنوان مثال یکی از علتهایی که میتونه مطرح باشه برای اینکه امید به زندگی در سفیدپوستان در ایالات متحده بیش از سیاه‌پوستان افزایش پیدا کرده ممکنه مرتبط بشه با میزان دسترسی که سفیدپوستان بیشتر از سیاه‌پوستان به مراقبت‌های سلامتی داشتن و یا وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتری که برای این زیرگروه‌ها وجود داشته که منجر به این شده که وضعیت سلامتی و یا پیگیری وضعیت‌های سلامتی برای اینها بهتر از سیاه‌پوستان اتفاق بیفته. مادامی که از پیشگیری صحبت می‌کنیم چند سطح مختلف از پیشگیری مطرح میشه. همونطور که میدونید و از درس اصول خدمات بهداشتی انتظار میره که به یاد داشته باشید ما 5 سطح برای پیشگیری میتونیم تعریف بکنیم. Primordial Prevention یا پیشگیری ابتدایی، Primary Prevention یا پیشگیری اولیه، Secondary Prevention یا پیشگیری ثانویه، Tertiary Prevention یا پیشگیری ثالثیه و کواترنری پریونشن یا پیشگیری سطح 4. پرایمری پریونشن به مفهوم پیشگیری از بروز بیماری هاست. بنابراین اگر که ما اقداماتی انجام بدیم که مانع از ایجاد بیماری و رخداد بیماری در افراد میشه، این به عنوان پرایمری پریونشن نشون داده میشه و تعریف میشه. پرایمری پریونشن متمرکز بر یک بیماری خاص هست و در سطح فردی معمولاً اقدامات مرتبط با اون انجام میشه، مثل واکسن زدن به افراد برای پیشگیری از یک بیماری خاص مثل سرخک. اما پریموردیال پریونشن که هدف اون هم پیشگیری از بروز بیماری است به اقدامات عمومی مرتبط میشه که بدون تمرکز داشتن برای کنترل یک بیماری خاص بلکه با تمرکز برای کنترل گروهی از بیماری ها انجام میشه در سطح جامعه. به عنوان مثال بهبود آب آشامیدنی که به دنبال این اقدام مؤثر در ارتقای سلامتی بسیاری از بیماری‌های روده‌ای میتونن که کنترل بشن و مرگ و میر ناشی از اسهال میتونه که کاهش پیدا کنه. یکی از اقداماتی است که در حوزه پریموردیال پریونشن مطرح است. سکندری پریونشن پیشگیری از پیشرفت بیماری است و تلاش برای بهبود بیماری و جلوگیری از بروز عوارض بیماری یا کامپلیکیشن های اون هست. و در پیشگیری سطح دوم یا سکندری پریونشن هر تلاشی که ما انجام میدیم برای اینکه بتونیم که بیماران رو بهتر درمان بکنیم و متمرکز با بهبود با بیماران هست به عنوان این گروه از پیشگیری تعریف میشه.
یکی از مثالهای مشهور و رایج که یکی از مباحث اختصاصی در درس اصول اپیدمیولوژی هم هست، بحث غربالگری بیماران هست که ما بتونیم که بیماری رو در بیماران زودتر از زمان موعد و معلومی که به طور معمول تشخیص داده میشن تشخیص بدیم تا برای اونها زودتر درمان رو ارائه بکنیم تا در نهایت بتونیم که پیامدهای بهتر سلامتی رو برای این افراد به همراه داشته باشیم. پیشگیری سطح سوم برمیگرده به اینکه کسانی که دچار بیماری و عوارض اون شدن که این عوارض برگشت ناپذیر هم به نظر میرسن رو بتونیم که براشون بازتوانی یا ریهابیلیتیشن رو انجام بدیم تا اینکه بتونن که به زندگی معمول خودشون با شرایط بهتری برگردن. استفاده از اندامهای مصنوعی یا استفاده از فیزیوتراپی برای بازیابی قدرت از دست رفته عضلات در فلجی که به دنبال سکته مغزی اتفاق افتاده از مثالهای مشخص در حوزه پیشگیری سطح سوم یا ترشیاری پریونشن هست. در پیشگیری سطح چهارم ما به دنبال پیشگیری از بروز عوارض مراقبت‌های سلامتی در افرادی هستیم که این مراقبت‌ها رو دریافت می‌کنن. پیشگیری سطح چهارم به مثابه یک چتر محافظ در همه مراقبت‌هایی که ما برای افراد جامعهمون ارائه می‌کنیم باید که در نظر گرفته بشه تا اینکه ما با امید بهبودی و ایجاد مراقبت خوب برای افراد جامعه آسیب و زیان و خطری رو اضافه بر از اون مشکلاتی که با اونها دست به گریبان هستن براشون فراهم نکنیم که بحث اختصاصی خودش رو در اصول خدمات داشته و به نظر میرسه که شما در این درس تحت عنوان کلینیکال گاورننس در مراقبت‌های سلامتی یا در حقیقت بحث کیفیت و ایمنی این مباحث و موارد رو مرور کرده باشید. پیشگیری میتونه که دو تا رویکرد متفاوت رو شامل بشه. یکی برخورد و اقدام برای کل جامعه و جمعیت و رویکرد و برخوردی که ما در اون افراد های ریسک یا پرخطر رو مورد بررسی قرار میدیم. در اسلایدهای بعدی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. نقش دانش اپیدمیولوژی در دانش پزشکی چیست؟ باید به این واقعیت اذعان بکنیم که هر آنچه که باعث پیشرفت در دانش پزشکی شده مرهون دانش اپیدمیولوژی است. دانش پزشکی زیرگروه‌های مختلفی رو شامل میشه. ما میتونیم که دانش پزشکی رو به 3 زیرگروه اصلی طبقه بندی بکنیم. دانش پزشکی رو میتونیم تقسیم بکنیم به این 3 گروه اصلی: علوم پایه یا بیسیک ساینس، بیوشیمی، فیزیولوژی، پاتولوژی و دیسیپلین های دیگری از این قبیل جزء بیسیک ساینس هستند. واقعیت این هست که در مورد بیسیک ساینس تفاوت از فرد به فرد بسیار محدود هست. مثلا واکنش هایی که ما در بیوشیمی مرور میکنیم یا مکانیزم هایی که در فیزیولوژی مرور میکنیم اینها تقریبا به صورت ثابت و تجربی است و شما میتونید که در آزمایشگاه و بر روی موجودات مختلف این آیتم ها و مواردی رو که در این دانش‌ها قرار میگیرن رو تکرار بکنید و بدون تفاوت قابل توجهی اینها رو مجدداً مشاهده بکنید و با مشکل خاصی در این حوزه مواجه نیستیم. فلذا دانش اپیدمیولوژی در بخش بیسیک ساینس یا علوم پایه مشارکت محدودی رو داره و خیلی باعث پیشرفت بیسیک ساینس نمیشه مگر اونجایی که به مطالعات مختلف مربوط میشه که باید در این حوزه ها اتفاق بیفته. اما مبحث اصلی که در دانش پزشکی وجود داره علوم بالینی است، مثل طب کودکان، طب زنان، جراحی، اورولوژی، بیماری های کلیه و جهاز ادرار و دیگر بیماری هایی که وجود داره. آنچه که ما به عنوان پیشرفت در تشخیص، در درمان و در مراقبت از بیماران در کلینیکال ساینس در علم پزشکی شاهد اون هستیم ناشی از مطالعاتی است که بر مبنای اصول اپیدمیولوژی طراحی و تدوین شدن و انجام شدن و نتایج اونها رو ما مورد بهره برداری قرار میدیم. گروه سوم پاپولیشن مدیسین، کامیونیتی مدیسین، پریونتیو مدیسین، سوشال مدیسین یا همون پابلیک هلث هست. تمام این عبارت‌هایی که با هم مرور کردیم یک مفهوم رو میرسونن: سلامت عمومی در جامعه یا سلامت جامعه به طور کلی یا پزشکی اجتماعی و جامعه نگر. این بخش از طبابت و طب بیشترین سود و بهره رو از دانش اپیدمیولوژی برای ارتقاء سلامتی افراد جامعه خواهد داشت. با مثال‌های این موارد رو مرور می‌کنیم.
اگر یک بیماری مثل بیماری سل رو در نظر بگیریم، در علوم پایه مثلا دانش میکروب شناسی به دنبال این هستیم که بتونیم که این باسیل مورد نظر رو شناسایی بکنیم، خصوصیت‌هاش رو، ساختارش رو، اینکه در چه محیط‌هایی بهتر رشد میکنه، در چه محیط‌هایی مقاومت خاصی رو ممکن نشون بده رو ارزیابی بکنیم و اگر که گونه‌ها و سویه‌های مختلف باسیل سل رو در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی بکنیم، تقریباً به نتایج یکسان و مشابهی میرسیم و یک سویه و گونه یکسان از یک عامل بیماریزا مثل باسیل سل در هر تکرار و کشت و در شرایط یکسان میتونه که خصوصیت‌های یکسان رو برای ما به همراه داشته باشه. اما در مراقبت بالینی برای افراد به دنبال این هستیم که کسانی که به عنوان بیمار به ما مراجعه کردن و از ما کمک خواستن رو براشون در تشخیص و درمانی رو ارائه بکنیم. بنابراین گام اول ارائه یک تشخیص صحیح برای بیماران است. برای رسیدن به تشخیص صحیح ما معمولاً یک شرح حال باید که از بیمار بگیریم، یک معاینه انجام بدیم، بر اساس اون آزمایشاتی رو ممکنه که درخواست بکنیم، ممکنه که تصویر برداری یا موارد دیگری هم درخواست بکنیم و با جمع‌بندی این اطلاعات به تشخیص خواهیم رسید. فرض کنیم که یک بیمار با زردی به ما مراجعه کرده، ایکتر یا جاندیس یا زردی، معمولاً به علت افزایش بیلیروبین در خون و زرد شدن پوست و ملتهمه چشم یا اسکلرا اتفاق خواهد افتاد. علتهای مختلفی برای این بیماری میتونه وجود داشته باشه. آنچه که به ما کمک میکنه که ما بتونیم که خیلی سریع و مشخص به تشخیص احتمالی برسیم، بر اساس این احتمال که علت بیماری چی میتونه باشه، آزمایشاتی که مرتبط با اون تشخیص هست و به ما کمک میکنه که بتونیم که به تایید تشخیص برسیم رو انتخاب بکنیم. تمام این اطلاعات از مطالعات اپیدمیولوژیکی که پیش از این انجام شده به دست میاد. برخی از این اطلاعات رو ما حتی بدون اینکه سوال خاصی از بیمار بپرسیم به دست میاریم. به عنوان مثال، مادامی که یک نوزاد به اتاق معاینه وارد میشه توسط مادر یا والدین یا همراهان، ما در مورد سن به طور مشخص میپرسیم که این نوزاد چند روزه هست. اگر یک جوان یا نوجوان به ما مراجعه میکنه و جنسیتش از نظر فنوتیپ و ظاهر مشخص هست، ممکنه که ما دیگه در مورد جنسیت سوالی نپرسیم و دیگر مشخصه های دیگه. همین مورد زردی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، اگر نوزاد تازه به دنیا آمدی که زیر 7 روز سنش هست به ما مراجعه بکنه، احتمال خیلی زیاد علت ایجاد زردی در این نوزاد بیماری‌های متابولیک و مشکلات آنزیمی است که در چرخه سنتز هموگلوبین و متابولیسم هموگلوبین در بدن وجود داره و این بچه باید حتما یک بررسی خیلی دقیق براش انجام بشه. اگر سن بچه قدری بالاتر هست، بیشتر از 1 هفته، معمولاً ما خیلی نگران نیستیم، چرا که میتونه که شایع‌ترین علت در حقیقت زردی فیزیولوژیک یا زردی باشه که به طور طبیعی بچه‌ها به خاطر پایین بودن ظرفیت متابولیسم هموگلوبین و کاتابولیسم اون در کبد دچار اون میشن به واسطه کاهش در حقیقت تعداد گلبوله‌های قرمز در خون به دلیل اینکه نیمه عمرشون تمام شده و اونها باید که دیگرید یا تخریب بشن در کبد. چه چیزی باعث میشه که ما در مورد نوزادی که کمتر از 7 روز هست چنان تشخیص رو داشته باشیم و در مورد نوزادی که بیشتر از 7 روز سن داره تشخیص دیگری رو مطرح بکنیم؟ مطالعاتی که پیش از این انجام شده نشون داده که علت اکثریت موارد زردی در سنین ابتدایی نوزادی چند روز اول زندگی برمیگرده به مشکلات متابولیک و ژنتیک و آنزیمی و اگر که اون چند روز سپری شده باشه، علت اصلی طبق مطالعاتی که پیش از این انجام شده برمیگرده به مشکلات فیزیولوژیکی که در کاتابولیسم هموگلوبین در بدن نوزاد ممکنه که وجود داشته باشه. اگر یک کودک دبستانی یا یک نوجوان در سنین دبستان به ما مراجعه بکنه با زردی و سابقه مصرف برخی از مواد غذایی رو در محیط مدرسه که احساس میکنیم که ممکن هست که در اون رعایت موارد بهداشتی انجام نشده باشه وجود داشته باشه، مثل مصرف ساندویچی که در مدرسه توسط فراش مدرسه تهیه شده، بیش از همه و به عنوان ابتدایی ترین تشخیص محتمل به این فکر میکنیم که ممکن هست که هپاتیت های ویروسی من جمله هپاتیت A ایجاد بیماری رو در این کودک کرده باشه.
اگر جوانی به ما مراجعه بکنه که خالکوبی هایی رو روی بدن او میبینیم و به نظر میرسه که ورزشکاری هست که از داروهای خاصی هم برای تقویت عضلات و قدرت عضلانی خودش استفاده کرده باشه، بیش از همه به فکر ابتلا به بیماری های ویروسی که باعث زردی میشن مثل هپاتیت بی میشیم که از راه خون منتقل میشن. اگر خانم میانسالی به ما مراجعه بکنه که با درد شکم مراجعه کرده و تعداد فرزندان او هم زیاد هست، زایمان‌های متعدد داشته، اولین تشخیصی که برای زردی در این فرد خواهیم داشت برمیگرده به سنگ کیسه صفرا و اگر فرد مسنی که سابقه مصرف سیگار داره و جنسیت او هم مرد هست به ما مراجعه کرده باشه و همراه با زردی دچار کاهش وزن شده باشه، ما به این شک میکنیم که ممکن است یک بیماری بدخیم مثل سرطان سر پانکراس باعث انسداد مجاری صفراوی و ایجاد زردی شده باشه. با این احتمالات آزمایشاتی که برای هر کدوم از این کیس ها درخواست میکنیم که ما رو به تایید تشخیص برسونن متفاوت خواهد بود و اقدامات تصویربرداری هم متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال برای اون خانم میان سالی که شک به سنگ کیسه صفرا داریم، سونوگرافی یک اقدام تشخیصی مناسب خواهد بود. اما برای اون فرد مرد مسن سیگاری که مشکوک به سرطان سر پانکراس هستیم به عنوان علت زردی در این فرد همراه با کاهش وزن شدید، باید که از سی اسکن شکم استفاده بکنیم که بتونه که با دقت متناسب و قابل قبولی تشخیص بیماری رو برای ما به همراه داشته باشه. آنچه که منجر به این میشه که به عنوان یک پزشک مادامی که با یک شکایت یکسان مثل زردی به تشخیص‌های احتمالی متفاوتی برسیم، همه ناشی از مطالعاتی است که بر اساس اصول اپیدمیولوژی بر روی گروه‌های بیماران پیش از این انجام شده و نتایج اون در دسترس ماست از طریق کتب مرجع پزشکی و ما اون نتایج رو داریم مبنا قرار میدیم برای اینکه توی تشخیص‌های آتی و استفاده از مراقبت‌های لازم برای تشخیص به کار ببندیم و از اونها استفاده بکنیم. از نکات دیگری که باز هم به دانش اپیدمیولوژی برمیگرده که در تشخیص و درمان برای ما کمک کننده هست این هست که مادامی که ما با اپیدمی در یک جامعه مواجه هستیم به سادگی و به سهولت میتونیم موارد مشابه رو به اون اپیدمی مربوط بدونیم. مثلا اگر که در جامعه یک آنفولانزا از نوع خاص شایع شده، هر کسی که با علائم و نشانه‌های مشابه به ما مراجعه میکنه بدون اینکه اقدامات تشخیصی دقیق رو انجام داده باشیم میتونه که خیلی سریع در ذهن ما این رو تداعی بکنه که خب الان در جامعه این اپیدمی وجود داره و احتمالاً این فرد هم به اون بیماری مبتلا هست. اما تفاوتی که بین طب بالینی و طب اجتماعی وجود داره چیست؟ برگردیم به مثال سل. در طب بالینی ما به دنبال این هستیم که بتونیم که بیماری رو تشخیص بدیم، ببینیم که بیماری توی چه درجه و شدتی هست، درمان مناسب رو برای او انتخاب بکنیم و ببینیم که بیمار آیا پاسخ میده یا نه و بتونیم که یه پیگیری هم داشته باشیم در طول زمانی که بیمار داره درمان خودش رو دریافت میکنه. به عنوان یک متخصص عفونی که طب بالینی رو به خوبی بلده، اینها در حقیقت مجموعه فعالیت هایی است که باید اتفاق بیفته. اما کامیونیتی مدیسین یا طب اجتماعی به این موضوع چگونه نگاه میکنه؟ وقتی که یک فرد با بیماری سل به ما مراجعه میکنه، به این نکته توجه میکنیم در پزشکی اجتماعی که این فرد به طور خود به خودی به این بیماری مبتلا نشده، از یک فردی که قبلا مبتلا بوده این بیماری رو گرفته و افراد دیگری هم که هنوز به این بیماری مبتلا نشدن به صورت بالینی اما میتونن مستعد ابتلا به این بیماری باشند هم میتونن که در معرض ابتلا بوده باشند. بنابراین یک اقدام مهمی که در طب اجتماعی به دنبال تشخیص یک بیماری سل باید انجام بشه این هست که یک، بفهمیم که این فرد از چه کسی این بیماری رو گرفته، دو، ببینیم اون فردی که بیماری رو به ایشون منتقل کرده با چه افراد دیگری در تماس بوده، خود این فرد با چه افراد دیگری در تماس بوده، تا بتونیم با تشخیص زودهنگام و یا پیشگیری از ابتلا به بیماری در کسانی که تماس نزدیک با این فرد یا فرد قبلی داشتن از گسترش بیماری در جامعه پیشگیری بکنیم. یک نکته مهم دیگری هم که وجود داره این هست که طب اجتماعی به این توجه میکنه که خیلی از بیماران نمیتونن درمان طولانی مدت چند ماهه بیماری سل رو تحمل کنن. فلذا یک رویکرد اختصاصی به اسم داتس رو پیشنهاد میکنه
که مخفف Direct Observed Therapy استراتژی است که در این استراتژی بیماران هر روز مراجعه میکنن یا در هفته چند روز مراجعه میکنن و درمانشون رو با نظارت مراقبین سلامت دریافت میکنن تا اطمینان از دریافت صحیح دارو حاصل بشه و علاوه بر اون اگر عوارضی در بیمار اتفاق افتاده که میتونه منجر به عدم ادامه درمان در اون بیمار بشه شناسایی بشه و برای اونها چاره اندیشی بشه. همونطور که گفتیم مطالعات مشاهده‌ای به ما کمک میکنن تا اینکه ما بتونیم اطلاعات لازم رو برای تشخیص و شناسایی بیماران داشته باشیم. این مطالعات مشاهده‌ای میتونن که تصویر جامع و یا تصویر ناقصی رو از اون چیزی که به عنوان واقعیت در جامعه اتفاق میفته در اختیار ما بگذارن. منابع مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات برای این مطالعات وجود داره. به طور رایج و معمول ما میتونیم که از اطلاعاتی که در پرونده‌های بیماران در درمانگاه‌ها و یا بیمارستان‌ها و یا مراکز دیگری که خدمات رو ارائه میکنن ثبت میشه استفاده بکنیم. بدیهی است که مراکز مختلف با هم از نظر دقت و کامل بودن اطلاعات جمع‌آوری شده تفاوت قابل توجهی دارن. میتونیم که مطالعاتی رو طراحی بکنیم و از جامعه و جمعیت نمونه‌گیری کنیم که به عنوان سروی یا در حقیقت مطالعات جامع اونها شناسایی میشن. اما بهترین رویکردی که میتونه وجود داشته باشه این هست که ما مطالعات سیستماتیک انجام بدیم، نظاممند، به این مفهوم که بتونیم از تمام زیرگروه‌هایی که در جامعه و جمعیت وجود داره با یک الگوی یکسان و مشخص که در طول زمان قابل تکرار هست بتونیم که اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم و بر اساس اون به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بپردازیم. در مورد نتایجی که به دست میاد بدیهی است که عوامل مختلفی من جمله اینکه چه مراقبت‌های سلامتی در اون جامعه و جمعیت داره ارائه میشه میتونه که نقش داشته باشه و تأثیرگذار باشه. با انجام این مطالعات به چه نتیجه میرسیم؟ به این که سطح رخداد یک بیماری در یک جامعه با جامعه دیگه میتونه متفاوت باشه یا در یک جامعه در یک زیرگروه از جمعیت با یک زیرگروه دیگه متفاوت است. چند نکته بسیار مهم اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. تشخیص‌ها چقدر صحیح و دقیق هستند. این گزارش موارد مشاهده شده چقدر به طور کامل داره اتفاق میفته. در مورد صحت تشخیص چند نکته بسیار مهم وجود داره. برای اینکه ما بتونیم به یک تشخیص صحیح برسیم احتیاج به امکانات تشخیصی داریم، احتیاج به تکنیک‌های خاصی داریم. بنابراین اگر در یک جامعه و جمعیتی تکنیک‌های خاص برای یک تشخیص وجود نداره ممکن هست که موارد اون بیماری به اشتباه گزارش شده باشند که باید به این مهم توجه بکنیم. هدف ما ارتقاء سلامتی و تأمین سلامت افراد جامعه است. در دانش اپیدمیولوژی از اونجایی که اندازه‌گیری بیماری راحت‌تر از اندازه‌گیری سلامت هست، ما متمرکز به روی پیامدهای منفی مثل بیماری یا مرگ و میر هستیم و تلاش و سعی می‌کنیم که اونها رو اندازه‌گیری بکنیم. بدیهی است که گام اول برای تأمین سلامتی این هست که افراد بیمار نباشند و از بیماری عاری باشند. بنابراین با این رویکرد در دانش اپیدمیولوژی پیش خواهیم رفت که به دنبال اندازه‌گیری بیماری‌ها خواهیم بود. اما در دانش اپیدمیولوژی شاخص‌های مثبت هم وجود داره. منظور از شاخص مثبت چیست؟ شاخص‌هایی که هرچی بیشتر و بالاتر باشند نشون دهنده وضعیت بهتر سلامتی در جامعه است. برخلاف میزان‌های ابتلا به بیماری‌ها یا مرگ و میر که هرچی بالاتر باشند به مفهوم این هست که سطح سلامتی پایین‌تره. شاخص‌های مثبت مثل کیفیت زندگی، مثل امید به زندگی، مثل داشتن یک زندگی پروداکتیو یا مولد، مثل رضایت از زندگی، اینها شاخص‌های مثبت هستند که دانش اپیدمیولوژی در اندازه‌گیری اونها هم به ما کمک میکنه. اما در بررسی که برای یک بیماری خاص انجام دادیم به جامعه A و جامعه B رسیدیم. در جامعه A 450 مورد از بیماری و در جامعه B 200 مورد از بیماری گزارش شده. چه تفسیری در مورد مقایسه این دوتا جامعه با هم میتونیم داشته باشیم؟ اگر در اسلاید قبل شما گفتید که جامعه A وضعیت بدتری نسبت به جامعه B داره،
ممکن هست واقعیت به این شکل باشه: در جامعه A ما یک جامعه 10,000 نفره داریم و در جامعه B یک جامعه 1000 نفره رو باشون مواجه هستیم. بنابراین آنچه که باید مبنای مقایسه بین دو جامعه قرار بگیره تعداد موارد بیماری نیست. در این مثال فراوانی بیماری مفروض در جامعه A 4.5% و در جامعه B 20% خواهد بود. نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که با توجه به اینکه جوامع مختلف یا زیرگروه‌های مختلف در یک جامعه میتونن از نظر تعداد با هم کاملا متفاوت باشن، تعداد موارد بیماری یا رخداد مرتبط با سلامتی به هیچ عنوان نمیتونه که به تنهایی مبنای قضاوت باشه. بنابراین ما در هر اندازه‌گیری که در دانش اپیدمیولوژی انجام میدیم به دو شاخص مهم احتیاج داریم: صورت کسر و مخرج کسر. صورت کسر موارد پیامد یا بیماری است که اتفاق افتاده و مخرج کسر تعداد جمعیتی است که وجود داره. به این ترتیب میتونیم به فراوانی برسیم که این فراوانی میتونه مبنایی برای مقایسه باشه. پس نیومریتور یا صورت کسر، دینامینیتور یا مخرج کسر در محاسبه شاخص‌های مرتبط با ابتلا و مرگ و میر، موربیدیتی و مورتالیتی از اجزای اصلی هستند که ما حتما باید اونها رو به دست بیاریم و مبنای محاسبه قرار بدیم برای مقایسه زیرگروه‌های یک جامعه یا دو جامعه با هم دیگه. اما برگردیم به مثال خودمون. در جامعه A فراوانی بیماری مفروض 4.5% و در جامعه B 20% گزارش شده. یک نکته مهمی که وجود داره این هست که پیش از این که ما بخوایم در مورد 4.5 و 20% به عنوان اعدادی که الان با توجه به در نظر گرفتن جمعیت در دو جامعه A و B قابل مقایسه با هم دیگه میتونن باشن، به این دقت بکنیم که آیا تعریف بیماری در این دو جامعه یکسان بوده یا نه. اگر در جامعه B تعریف بیماری و تشخیص بیماری حساستر از جامعه A اتفاق افتاده باشه، واضحه که این دو عدد با هم قابل مقایسه نخواهند بود. بنابراین یک نکته بسیار مهم این هست که تعریف بیماری در دو جامعه یکسان بوده باشه. اگر تعریف بیماری رو در جامعه A و B یکسان در نظر بگیریم، آیا 4.5% و 20% رو میتونیم که با هم قابل مقایسه بدونیم؟ نکته مهم دیگری که اینجا مطرح میشه اینه که آیا گزارش موارد در جامعه A و B به طور یکسان اتفاق افتاده یا خیر؟ تعریف ها یکسان بود، مقادیر رو هم ما بر اساس تعداد جمعیت استاندارد کرده بودیم و به صورت درصد ارائه کرده بودیم. اگر در جامعه B 100% موارد رخ داده گزارش داده شده باشند، اما در جامعه A فقط 10% گزارش داده شده باشند، وضعیت واقعی مقایسه این دو جامعه چگونه خواهد بود؟ همونطور که ملاحظه می‌کنید مقدار واقعی در جامعه B 20% و در جامعه A 45% خواهد بود. بنابراین آنچه که به نظام گزارش‌دهی در جوامع برمیگرده باید به صورت یکسان باشه تا ما بتونیم که مقایسه صحیحی رو بین دو جامعه و جمعیت انجام بدیم. یک نکته مهم دیگه وجود داره: مهاجرت افراد. اگر که در جامعه B 70% ما مهاجرت بیماران رو به داخل جامعه و جمعیت داشته باشیم، میتونه که شرایط متفاوتی رو از واقعیت ابتلا در جامعه B برای ما به همراه داشته باشه. مهاجرت به خارج یا به داخل یک جامعه میتونه که مربوط به افراد سالم هم باشه. اگر که در جامعه A ما 80% مهاجرت افراد سالم رو به این جامعه داشته باشیم، این میتونه یک علتی برای فراوانی 4.5% بیماری تلقی بشه اگر مواردی رو که پیش از این در خصوص تعریف صحیح تشخیص و گزارش‌دهی یکسان رو رد کرده باشیم و اینها در حقیقت همه یکسان بوده باشند در دو جامعه A و B. بنابراین به مهاجرت چه افراد سالم چه افراد بیمار بین جوامع مختلف یا زیرگروه‌های جامعه باید توجه بکنیم. اگر که بیماری در یک جامعه دارای استیگما یا بار منفی برای مبتلایان هست، ممکنه مبتلایان ترجیح بدن که برای زندگی و ادامه زندگی خودشون به جامعه دیگری مهاجرت بکنن. و یا اگر که نه، برعکس در یک جامعه افراد سالم شرایط خوبی رو نداشته باشن، ممکنه افراد سالم ترجیح بدن که برای حفظ سلامتی خودشون یا شرایط بهتر به یک جمعیت دیگه مهاجرت بکنن. بنابراین
به عنوان نتیجه گیری مادامی که میخوایم زیرگروه‌های مختلفی از یک جامعه یا دو جامعه رو با هم مقایسه بکنیم، این پیش شرط‌ها در مقایسه‌مون باید به صورت یکسان وجود داشته باشه. حتما به مقدار استاندارد شده توجه بکنیم بر اساس جمعیت جوامع، نه به تنهایی صورت کسر و نه به تنهایی مخرج کسر. تشخیصمون باید که در هر دو جامعه به صورت یکسان و با دقت یکسان و صحت یکسان انجام شده باشه، من جمله اینکه امکانات تشخیصی هم در دو جامعه باید به صورت یکسان وجود داشته باشه. مهاجرت به داخل و خارج از این جامعه ها نباید داشته باشیم و گزارش موارد بیماری هم باید به صورت یکسان و مشابه در دو جامعه اتفاق افتاده باشه. به عنوان نکته آخر در این بخش از مبحث به این توجه می‌کنیم که مادامی که ما قرار هست افراد مبتلا رو در جوامع مختلف مورد ارزیابی قرار بدیم، باید به سیر طبیعی بیماری توجه بکنیم. در سیر طبیعی بیماری افراد سالم میتونن که دچار بیماری بشن. مادامی که علائم و نشانه پیدا نکردن، معمولاً به دنبال درمان هم نخواهند بود و حتی مادامی که علائم و نشانه ها رو پیدا میکنن، سیمپتومز در اونها اتفاق میفته، ممکنه که جستجوی درمان رو انجام ندن. بنابراین نسبت کمی از افرادی که مبتلا هستن دچار علائم و نشانه های بیماری میشن، نسبتی از اونها به دنبال درمان خواهند بود و به دنبال درمان و جستجوی درمان یه نسبتی از اونها تشخیص داده خواهند شد و معمولا ما این گروه رو به عنوان صورت کسر در تشخیص‌های خودمون و در محاسبات خودمون خواهیم داشت. از کسانی که تشخیص دادیم گروهی درمان رو دریافت میکنن و وارد پیامدهای بعدی خواهند شد که میتونه بهبودی، کنترل بیماری، ناتوانی و یا حتی مرگ و میر باشه. نکته مهمی که وجود داره این هست که ما معمولاً از زمانی که بیمار دچار علائم و بیماری ها میشه میتونیم که در مراکز مراقبت سلامتی اطلاعات اونها رو داشته باشیم. مادامی که برای درمان مراجعه میکنن در پرونده های پزشکی میتونیم اطلاعات رو داشته باشیم و اگر که درمان در بیمارستان برای اونها اتفاق افتاده باشه، صرفاً کسانی که برای درمان در بیمارستان بستری شدن شمارش خواهند شد و این یکی دیگه از دلایلی است که میتونه منجر به تفاوت در زیرگروه‌های جامعه و جمعیت و یا تفاوت در تفسیر در شاخص‌های ما بشه. اینجا شما کل جامعه رو میبینید. اینجا زیرگروهی هستند که بیمار شدن، زیرگروهی که به دنبال درمان و مراقبت بودند و زیرگروهی که بستری شدند. و در این تصویر مشاهده میکنید که مرگ و میر در هر کدوم از این موارد میتونه که اتفاق بیفته و تعداد موارد مرگ بر حسب اینکه ما بیماران رو بر چه مبنایی شمارش کردیم، آیا کل جمعیت، آیا کسانی که دچار بیماری شدن و علائم و نشانه ها در اونها اتفاق افتاده، کسانی که به دنبال مراقبت در مراکز درمانی بودن یا کسانی که بستری شدن، شاخص ما میتونه که کاملا متفاوت باشه و این تأثیر مخرج کسر هست در شاخصی که ما برآورد میکنیم برای مقایسه جوامع و جمعیت. اشاره کردیم به این که ما فقط به صورت کسر نباید توجه بکنیم. یک مثال دیگر رو با هم مرور میکنیم. ملاحظه می‌فرمایید که تعداد مرگ و میری که اتفاق افتاده برای رانندگان اتومبیل 1000 مورد و برای خلبانان 50 مورد بوده. خب واضحه که ممکنه اینطور احساس بکنیم که رانندگان اتومبیل خیلی خیلی مرگ و میر بیشتری رو به خاطر شغلشون میتونن داشته باشن نسبت به خلبانان. اما اگر به جمعیت مربوطه نگاه بکنیم میبینیم که 100,000 راننده اتومبیل در این گزارش وجود داشته و 1000 خلبان که میزان مرگ و میر در خلبان‌ها 5% و در رانندگان اتومبیل 1% برآورد میشه. بنابراین برخلاف آنچه که صورت کسر به ما نشون میداد، در حقیقت تفاوت طور دیگری است. از مشکلاتی که وجود داره این هست که ما چه کسانی رو به عنوان صورت کسر گزارش میکنیم. کسانی که به بیماری مبتلا شدن اما حتی نشانه‌ای هم نداشتن، کسانی که نشانه‌های بیماری رو پیدا کردن، کسانی که برای درمان مراجعه کردند، کسانی که بستری شدند. در تمامی این موارد میتونه که تعداد متفاوت باشه و مهم این هست که ما مخرج کسر مناسبی رو برای رسیدن به یک عدد صحیح و قابل مقایسه با اعداد و شاخصهای مشابه در زیرگروه‌های دیگه و جمعیت‌های دیگه به دست بیاریم.
به عنوان یک مثال جالب دیگه، اگر که به این 2 مطالعه نگاه بکنیم، یکی از همکاران 1000 مورد زخم معده رو برای ما گزارش میکنن. وقتی که عنوان این مقاله و سخنرانی رو مرور میکنیم، احساس میکنیم که چقدر این بیماری زیاد و شایع هست. همکار دیگری عنوان میکنن که بروز سالانه زخم معده 44 مورد به ازای 100,000 فرد بالای 15 سال هست. در این حالت احساس میکنیم که خب نه، مثل این که فراوانی بیماری خیلی زیاد نیست. این همون نکته است. در گزارش اول فقط صورت کسر عنوان شده. در گزارش دوم سعی شده که صورت کسر با جمعیت و جامعه متناسب اصلاح و استاندارد بشه و اینجا میتونه که بیان بهتری از واقعیت اتفاق بیفته.